هزاران نفر از جوانان توجیکی که هر سال در موسم بهاری و تیرماهی دعوت به صف قوای مسلح تاجیکستان برای فرار از خدمت حربی برای مردکاری به روسیه می رفتند امیدوار بودند که بعد یکم دکامبر که موسم تیرماهی دعوت به پایان می رسد به وطن برمیگردند. اما خبرهای رسیده از آن که دعوت به صف ارتش در تاجیکستان که قبلا تنها دو موسم ماه‌های اپریل و مای در بهار و ماه‌های اکتبر نوامبر در تیرماه محدود میشد، از این به بعد دائمی گردیده 12 ماه سال میتواند دوام کند. وزارت مدافع تاجیکستان نیز این را تصدیق میکند. اکنون که مساعدت‌های حربی ولایت‌ها، شهرها و ناحیه‌ها تا آغاز معرکه نوبتی دعوت شدگان را به خدمت حربی جلب میکنند. طبق تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری‌های حربی و خدمت حربی، کمیسیاهای حدودی به قید حربی گذاشتن شهروندان در اساس قرار رئیسان ولایت‌ها، شهرها و ناحیه‌ها تأسیس داده می‌شوند تا دعوت نوبتی حربی طبق ترتیب مقرر نموده وزارت مدافع فعالیت می‌کند. در این باره به خبر سردار مرکز مطبوعات وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان پلکوودیک فریدون محمد علی زاده اطلاع داد. به گفته او این به آمادگی پیشکی حربی نوسکران قبل از ادای خدمت 2 ساله سربازی مربوط است. طبق این تغییرات قبول شهروندان سن دعوتی تمام سال ادامه خواهد یافت. کمیساریات‌های حربی در اساس به قیدگیری شخصان سن و سال دعوت می توانند شماره انیق دعوت شدگان و ذخیره‌های حربی را مقرر نمایند. حالا کارهای علاوگی برای معین کردن جای و وقت جمع‌آوری و آموزش همه‌جانبه آنها ادامه دارد. علاوه نمود فریدون محمد علی زاده. یادآور می‌شویم که 29 ینور سال 2021 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی که از 10 باب و 62 ماده عبارت است، بر اساس مقررات قانون قبلا عمل کننده در تحریر نو قبول کرده شد. قانون نو که ماه ینور سال جاری مورد عمل قرار گرفت، در زمینه تحلیل و آموزش تجربه بهترین کشورهای دور و نزدیک تهیه و وابسته به نیاز و شرایط جامعه کنونی تاجیکستان مطابق کرده شده است. علاوه بر این قانون مذکور در ترتیب دعوت به خدمت حربی به قیدگیری شهروندان، بلند برداشتن مسئولیت آنها، ادای خدمت حربی، مشخص کردن صلاحیت مقامات مرکزی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی محلی یکچند نوگری‌ها را پیش بینی نموده، جهت در سطح ضروری راه اندازی نمودن معرکه‌های دعوت حربی شهروندان به خدمت حربی نگرانیده شده است. مطابق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 30 ایول سال 2021 و ماده 37 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی، حجم مبلغ برای ادای خدمت حربی در هیئت ذخیره‌های دعوت سفربری 420 نشان دهنده برای حساب‌ها میباشد که عین زمان 25200 سامانی را تشکیل میدهد. یعنی شهروندان جمهوری تاجیکستان از 18 تا 27 ساله که حقوق آزاد شدن یا به تأخیر انداختن مهلت خدمت حربی را ندارند میتوانند اختیاراً با پرداخت مبلغ ذکر شده با گذشتن جمع‌آمد یک ماهه حربی، گرفتن بلیط حربی و رتبه قطاری به ذخیره‌های سفربری داخل کرده شوند. دعوت شهروندان به خدمت حتمی حربی به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان طبق طلبات قانون نو در 2 موسم صورت میگیرد. یعنی دعوت بهاری شهروندان به صف قوای مسلح از 1 اپریل آغاز شده تا آخر ماه مای و دعوت تیرماهی در اول ماه اکتبر شروع گردیده تا آخر ماه نوامبر ادامه می‌یابد. برای جوانان از 18 تا 27 ساله که آموزشگاه‌های معلومات عمومی، کسبی و تکنیکی را ختم کردند، مهلت خدمت حربی 24 ماه است. طبق قانون شهروندانی که دانشگاه و دانشکده‌ها را با کافدرای حربی ختم کردند، تنها پس از 12 ماه خدمت حربی رتبه ابتدایی افسری را می‌گیرند، زیرا آنها در کافدرای حربی اختصاص‌های گوناگون را از جهت نظریوی از خود نموده از جانب متخصصان به خدمت حربی دعوت شدند و دانش‌های نظریوی را عملاً تقویت دادند. طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان شهروندانی که مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را به تحصیل در کافدرای حربی ختم کردند، اینچنین به مهلت 12 ماه به خدمت حربی دعوت کرده می‌شوند، ولی بعد ادای خدمت به آنها رتبه حربی سرژانت داده می‌شود. شهروندانی که هنگام تحصیل در مکتب‌های عالی از آنها خارج کرده شدند
از حقوق به تأخیر انداختن ادای خدمت حربی محروم کرده می شوند. در جمهوری تاجیکستان زیاده از 400,000 نفر جوانان سن دعوتی یعنی از 18 تا 27 ساله به قید گرفته شدند. 1% کمی آنها به صف قوه‌های مسلح دعوت کرده می شوند. باقی مانده ها آمادگی های حربی می گذارند. از این رو ضرورت پیش آمد که شهروندان باقی مانده سن دعوت که حقوق آزاد شدند یا به تأخیر انداختن دعوت تعجیلی به خدمت حربی را ندارند با گزارش جمامت یک ماهه حربی به ذخیره های سفربری جلب کرده شوند. آنها همچنین باید آمادگی حربی گذارند و در صورت تهدید به امنیت دولت آماده دفاع باشند. حکومت جمهوری تاجیکستان اولهای سال جاری درباره ترتیب ادای خدمت حربی در هیئت ذخیره های دعوتی سفربری قرار قبول کرده به قانون درباره عهدهداری های حربی و خدمت حربی تغییرات وارد کرد. نرخ پرداخت حق خدمت الترناتیوی در ارتش مقرر شده است. اکنون نوعسکران می توانند به طور معمولی در ارتش 2 سال خدمت نکنند بلکه بر عوض آن 1 ماه جمامت حربی گذارند. در همین حال باید به دولت 25,000 سومانی یا 2200 دلار پرداخت کنند. مبلغ وابسته به تغییریابی نشان دهنده برای حسابها می تواند تغییر یابد. جوان پس از ادای خدمت حربی در هیئت ذخیره های دعوتی سفربری به خدمت حتمی حربی دعوت کرده نمی شود. اما گفته می شود که همه آنهایی که خواهش دارند و پرداخت کردن می خواهند نمی توانند در حال به تعلیم ماهانه داخل شوند. اگر دعوت شونده به جمامت حربی در دعوت نوبتی نافتاد پس او بر روی خط دعوت بعدی داخل کرده می شود. ضمناً طبق قانون دانشجویانی که کافدرهای حربی دانشگاه ها را ختم کردند تنها پس از 1 سال خدمت در ارتش رتبه افسری را صاحب می شوند. قبلا آنها در حال بعد خدمت 40 روزه تعلیم حربی به این عنوان مشرف می شدند. علاوه بر این به قانونگذاری یک بند اضافه کرده شده است که طبق آن مردانی که در ارتش خدمت نکردند نمی توانند در مقامات دادستانی، سودی، گمرک، مبارزه با کروپسیا و همچنین در خدمات اجرای نزد حکومت مملکت کار کنند. یادآور می شویم که از 1 اکتبر تا 30 نوامبر طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی و با ماده 23 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری های حربی و خدمت حربی در تمام شهر و ناحیه های جمهوری جهت به خدمت در صف قوه های مسلح کشور فرستادن جوانان سن حربی معرکه ها گذرانیده می شوند.